از دلم سلام، لطفا نزنید بعدی. یک اتفاقی برای من 1 ماه پیش افتاد که چون شخصی بود توی اینستاگرام نذاشتمش و عمومیش نکردم، ولی وقتی دیدم جنبه عمومی داره و به یک آسیب اجتماعی داره تبدیل میشه و اجتماع متضرر این مسئله است، گفتم که عنوانش بکنم. من 8 فروردین بود، روز قدس، و ما پرواز داشتیم به سمت تبریز برای رفتن به کنسرت جلفا. دیرمون شده بود، خیابونا شلوغ بود، فرودگاه شلوغ بود به شدت و پارکینگ ها پر بود و مجبور شدیم دورتر پارک کنیم تو پارکینگ دیگه ای و با عجله با دوستم داشتیم برمیگشتیم. بچهای دیگه‌مون هم منتظر ما تو فرودگاه بودن. عجله‌ای برمیگشتیم که 2 مأمور جلوی ما رو گرفتن و گفتن بشینید تو ماشین، بیسیم زدن این اونور شلوغش که اسلحه کشیدن و اینها. و حال در نهایت گفتن کیفاتون رو ببینیم و ما هم همکاری میکنیم که زود باشید دیرمون شده. کیفامون رو گشتن و این ور اون ور تو این کشمکش ها 3 انگشتر از من وقتی پیاده شدیم متوجه شدیم که به سرقت رفته. وقتی این موضوع اعلام کردیم فهمیدیم که مأمور نما بودن و منی که فکر میکردم همیشه در مقابل اینها خیلی میتونم زرنگ باشم رکب خوردم و این موضوع گذشت و خیلی پیگیرش نبودیم تا اینکه شنیدیم خارجی هایی اومدن تو کشور ما داره براشون اتفاق میفته و حالا خیلی ها دارن تومه این موضوع میشن. این موضوع رو پیشو گرفتیم که باید تشکر کنم از معاون دادستان، باید تشکر بکنم از فرماندهی پلیس آگاهی تهران بزرگ سردار گودرزی عزیز و مجموعه پایگاه 5 پلیس آگاهی و سرگرد ساحلی عزیز و بچهای فرودگاه سرگرد قلیزاده عزیز هم در آگاهی فرودگاه خیلی زحمت کشیدن و وقتی که دیگه پیگیر درست شدیم تو 14-15 ساعت دستگیرش کردن و دوستش هم دستگیر کردن و اینها 2 نفر گرفت. حالا جز این که من تشکر بکنم میخواستم که آگاه سازی هم بکنم. پس مراقب باشید، اعتماد نکنید. مأمور بدون حکم نمیتونه بیاد جیب شما رو بگرده، یعنی در واقع گشتن و تفتیش و گرفتن و بردن شما مستلزم احکامیه که باید به شما نشونش بده. صرفا این که یه کارت قلابی حالا یا یه اسلحه پلاستیکی داشته باشه طرف یا یه بیسیم واکی داشته باشه اعتماد نکنید. و مسئله بعدی 1,000,000% اگر افرادی این ویدیو رو میبینن که از این کارا میکنن، نمیشه گفت برو سر کار درست. من پارسال گوشیمو دزدیدن، 1 سال زندگیم فلجه. به چه دردی میخورد اون گوشی برای کس دیگه؟ هیچ. این چه کاریه؟ گوشواره از گوش دختر بچه کشیدن، نمیدونم از زن و بچه مردم رو گردنبندش زدن، خفت کردن. اصلا میگیرنتون دیگه. الان دیگه خود زندانی ها ازتون شاکیان. دیدین میرین تو زندان، حتی اگر حکمتون سبک باشه و اینا، تو زندان میگن بابا باعث شدین هیچ خیری پاشو نمیذاره سمت ما، چون دیگه ناجوان مردانه است. یه سری کارا ناجوان مردانه است. امیدوارم که با حکمی که برای این جرایم قاضیای محترم میدن بازدارنده باشه و این جرایم یه مقداری کم بشه. دوستتون دارم، از صمیم قلب گفتم در جریان باشید که خطر در کمینه، باید بیشتر مراقب باشید. خیلی متشکرم ازتون که وقت گذاشتید و حرفای منو شنیدید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.